یک روز تا 300 لیتر شیر از اهالی جمع کرده کارکرد میکنیم. از 300 لیتر 15 لیتر قیماق تازه میبرند، 80 لیتر سمیته میشوند، ماندگیش شکر میشه. از شکر خروط تیار میکنیم. در آینده نقشه داریم که استحصال خود را زیاد نموده، نه تنها در ناحیه ناصری خسرو شهر دوز بلکه شهر باختر و دوشنبه به فروش برآوریم.